خداوند قدرت نمایی میکنه بر از این که او مسلمان ها بیدار شوید. این ما خیلی زده را هستم کافر، شما چی میکنید؟ ما برادر خدا میزنیم، کار ما اینه هست امروز. الله ما را بیدار بگردان، آمین بگوید. برادر دوست برادر، وطندار دوست وطندار، مسلمان دوست مسلمان. راه علاج چطور این چنین شویم؟ یاد مرگ انسان ها را نزدیک میکنه. یاد مرگ. او این برادر میشه بمیره، امیره که خراب نزن. فرصتی کمی داریم، زمانه کمی داریم. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، هر کس که مرگ خوشش نمیآید، ملاقات الله خوشش نمیآید، الله بی نیاز ای آدم خوش نمیآید. کسی که مرگ خوش نمیآید، ملاقات الله خوش نمیآید. الله متعال ای آدم دوست ندارد. یک صحابه گفت یا رسول الله، ای تو کسی از مرگ خوش داشته باشه؟ پیغمبر علیه السلام گفت که نه، هر کسی مرگ بدش میآید. هر کسی مرگ بدش میآید. خیلی شما گفتین که ما همه که ما مرگ بدیم، ما میخواه الله متعال ما همه را بد میبینه. رسول الله گفت بگوین صلی الله علیه و سلم، نه منظوری است همین مرگ که گفت رسید، نیکبخت که باشی او طرف خط برات نشان میده. خداوند بگوین الله اکبر. اسرائیل علیه السلام به چهره خوش میآید، عطر میاره، کافور میاره، طبقای عجیب میاره، انسان ها فرشته های پر رحمت پایان میکنه. تو رو میگه ور خطا نشو، تو خوش میشه که بمری. مرگ همیشه خوشت میاد وقتی که مقام خدا میبینی. حالا خوش میشه نمیشه؟ گفت بله خوش میشم. گفت پس الله شما را دوست داره، بگوین الله اکبر. قبل از او هر کس مرگ بدش میاد، نه من نمیمرم. ولی وقتی که مرگ رسید برش نشان داده شد که یک وقت است خوش میکنه که خوش کرد الله را دوست داره. امام غزالی میگه وقتی قرآن میخوانی، نماز میخوانی، الله اکبر، فکر کو زنت بیوه بشه، آخرین نمازت است. همین تو فکر کو بچه های یتیم میشه دیگه، یک روز میشه، امروز شد والله اعلم. به میشه گفتنی ما نمیشه، خب برخطا نشوید. اگر ما که نه من 100 سال زنده میشم، 100 سال هم نمیشی، الله اعلم. چون قرآن میگه ولا تنس نصیبک من الدنیا، تو نصیبت از دنیا فراموش نکو. یاد مرگ برای این نیست که ما ترک دنیا کنیم، یاد مرگ برای این است که ما ترک گناه کنیم، ما ترک معصیت کنیم. ابن حیسن صاحب حتی در خانه خود یک قبر کنده بود، هر روز میرفت و در ملحد خواب میکرد، باز گریه میکرد. ما شما چند سال میشه که منتظر مرگ هستیم؟ طلب کردن مرگ حرام است. گپ میفهمید؟ طلب مرگ درست نیست، اما یاد مرگ سنت رسول کریم صلی الله علیه وسلم است. حضرت عثمان با حیا با شان و شوکتش در قبرستان اشکهایش میگفتن ای عثمان، تو در یاد قیامت و جنت و دوزخ گریه نمی کنی، اما وقت یاد مرگ میشه گریه میکنی. حضرت عثمان گفت من از رسول الله شنیدم صلی الله علیه و سلم، اولین منزله از منازل سفر آخرت کجا هست؟ قبر. اگر در قبر نجات یافتی بعد از او آسان است، و اگر در قبر عذاب شدی بعد از او سخت‌تر عذاب است در روز قیامت. خداوند ما و شما را نجات بده. امام غزالی در مکاشفه القلوب می نگاره که یک کسی بوده فاسق و گناهکار، باز وقتی که مرد شما هم تجربه کرده باشین، کسی که بسیار فاسق و فاسد و فاجر باشه او که مردم شوق گرفتن تابوتش نیست. و اگر عالم و عارف و عابد و با تقوا و مجاهد و شخصیت با تقوا و بود باشه، بسیار مردم علاقه‌مند هستند و پیشک بشه که پای تابوت چه بگیریم ثواب زیاد داره. همینطور است، نه با شما علاقه‌مند دیگه هستیم و چندین جنازه ها را برداشتیم. روزی خواهد رسید یا شبی که جنازه های ما را هم مردم دوان دوان به گورستان خواهد رسانیدن، اگر او هم نصیب شده باشه. بعضی آدم تیاره میفتره در بحرها، او را در کشور بر ما با آتش کشیدن مسلمان ها را، نه قبری نه جنازه ای.
این آدم شرابی بود، فاسق بود. جنازهش هیچ کس نیامد. زنش ناله کرد به دربار خداوند که یا رب هیچ کسی شوهر مرا دوست نداره، چون شوهر من در راهی تو کج میرفت. پروردگار بیرون برآمد، 2 نفر مردیکار کرا کرد. برادرها میشه که می تابوت یکیتان پیش یکیتان پس، تابوت شوهر مرا به قبرستان برسانین، همونجا یک کسی پیدا شود جنازه بخونه و دفنش کنه، این کرایتان. کس نیست که پای تابوت این فاسق را برداره. خب یکی پیش یکی پس، خودش هست و الله تبارک و تعالی و قبرستان رسیدن که یک ولی خدا منتظر است. سبحان الله. این ولی را مردم میشناختن که یکی از بزرگای شهر و وقت است. و این 2 مردکار و این سیاسر مادر از این دوست خدا پرسید که شما اینجا چی میکنین؟ و من شب خواب دیدم که بر خواب بر من گفته شد که اینجا دوستی از دوستان خدا می آید. امروز جنازه اش را باید من بخوانم، بگوین الله اکبر، رحمت خداوند تبارک و تعالی. جنازه را که خواندن، نپرسید زن که این فاسق شرابی است، گناهکار است. جنازه را خواندن، دفنش کردن. برآمد باز گفت که از این مرده کی است؟ چرا کسی دیگه نداشته پای تابوت برداره؟ او گفت یک سیاسر دور نشست، همسرش است. بیا بی صاحب مادر، شوهرتان چه نام داشت فلانی؟ چه کاره بود؟ شراب میخورد. و چت این ولی خدا از جاش است. گفت چه گفتی؟ گفت فاسق بود، شراب میخورد. گفت دیگه چی عمل داشت؟ گفت هر صبح به نماز جماعت میرفت، گریه کده به خانه می آمد و می گفت که پروردگارا من توفیق بده دیگه شراب، توبه مرا قبول کن. با شیطانش قوت پیدا میکرد، باز زیر توبهش میشکنان. به همین ترتیب دائم کارش همی بود. و آیا کار دیگه هم شوهرم داشت. 2 یتیم دروازه ما را تق زد. هیچ کس این یتیم را سرپرستی نمیکرد. همین شوهر گناهگار ما این یتیم را آنقدر محبت میکرد که با اطفال خود محبت نمیکرد. خب به برکت این 2 کارش که الله برش نصیب کرده بوده، الله او کار دیگه هم موردی بخشش قرار داده بوده. اما از همگی این چنین نمیشه. ای کاش ما را هم خدا ببخشد.